وضعیت جنایی فعلا در کشور روز به روز دگرگون شده روان است. حالت از روز ابتدا کرده، از روزهای قبل کرده بدتر شده روانه. ما شاهد چندین دزدی از طرف روز تا شب خوبان از طرف روز هستیم. شب خود تعداد دزدی گپا زیاد شده. دزدی بسیار زیاد هستند. یعنی از طرف شب ما جاهایی را به اصطلاح شاهد هستیم که خود ما آزاد گشت و گذار نمیتونیم. حتی یک تلفنی را که در جیب خود داریم از همین حراس داریم که خدای نخواسته کسی نشوند که امیر از پیش ما بزنن. بازخواست صورت نمیگیره در دولت. شخصا از خود مرا صراف هستم در روی سرک، این مردم کلگی شاهد هستن. می دکاندارا 2.5 لک روپیه مرا برد. تمام اساکر حوزه و جنایات سرمت مسخر میکردن. میگو فکرت بگی. ما چی رقم فکر بگیریم در صورتی که شما لباس نظامی در جانتان از دولت ماش تقاضا داره، یک روز ماشتان که با تعویق میفته سر و صدایتان میبرایه و پول یکی را که میبرن کس از او بازخواست نمیکنه.